من نرفتم سوی پیری، پیری آمد سوی من. رو ندادم من به او خنده زد بر روی من. هیچ رد پایی از خود بر زمین نگذاشتم، او سراغم را گرفت و تکیه زد بر کوی من. نه سلامی دید از من نه پیامی، وین عجب وارد خانه شد و بنشست بر سکوی من. التفاتی هم نکردم، روی گرداندم از او، جای خود خوش کرد بر سر، دوست شد با موی من. گام اول ریزش باران مو دیدم از او، گام دوم برف بنشانید بر موی من. وانگهی دست نوازش بر سر و رویم کشید، چین و خط انداخت بر پیشانی و ابروی من. من جوانی کردم و با نقش و رنگ آراستم، رنگکاری و تتو شد پیشه و الگوی من. کم کمک نزدیک شد تا سوی چشمانم برد، پیشکش کرد عینکی، یعنی شده دلجوی من. حرف در گوشی زد و نیروی گوشم را ربود، بعد مرزنگوش نوشیدن بشد داروی من. من به راه خود شدم و بی اعتنا و با امید، لیک آمد درد بنشانید بر زانوی من. روزها از باغ گل بر سوی خارستان کشید، شب به نیش خار شد پرپر گل شب بوی من. همزمانی کرد با من تا به حلقم چنگ زد، طعمه شد صوت و بیان و لحن و گفتگوی من. خودگمانش بود من قید جوانی را زدم، پس عصایی کرد هدیه تکیه بازوی من. کار او تخریب بود و کار من ایستادگی، تا که مغلوبم شد و محبوس در باروی من. هیچ پروایم نبود از او، همی پنداشت من کودکی هستم که او گشته است چون لولوی من.
من تلاش افزودم و او هم تنش در زندگی کرد تغییر از قضا رفتار و خلق و خوی من. از قدر پرسید جانا چاره و تدبیر چیست؟ گفت تسلیمش مشو پیکار کن جانان من. لطف ایزد یاورم شد در نبرد زندگی چون که هر شب می رود بر آسمان یاهوی من. خوانش محمد آقایی، تقدیم به همراهان گرامی.